سلام دوستان، امروز 21 اردیبهشت ماه هستش. بعد حالا نمیدونم چه ساعتی چه تایمی دارین لایو رو میبینید. موضوع لایومون رفع آفتاب سوختگی ماشین هستش. شما میتونید با کمترین هزینه بدون افت قیمت آفتاب سوختگی ماشین رو برطرف کنید. دیگه نیازی به رنگ و انگ و داستانا نیستش که تهش هم به افت قیمت و انگ و داستانا بکنید. ببخشید. آره دیگه شما نیاز نیست بری ماشین تو به خاطر حالا یه آفتاب سوختگی بری ماشین تو رنگ کنید. آفتاب سوختگی اینو بدون که آفتاب سوختگی رنگ سوختگی نیست، کیلر سوختگیه. کیلر هم محافظ رنگ ماشین هستش. تا هم یه کیلر میسوزه ارزم به حضورتون ما حالا با محصولات جدیدی که وارد شده اون کیلرهای سوخته رو برمی‌داریم و جاش یه لایه محافظتی میزنیم. پس اینو بدونید که آفتاب سوخته میشه یعنی کیلر ماشین سوخته، رنگ نسوخته، هنوز رنگ سالمه. و اینکه شما نباید ببرید حالا ماشینتون رو رنگش بکنید افت قیمت بهش بخوره و برای فروشش به مشکل بخورید. عرضم بزرگتون حالا محصولاتم رو بهتون معرفی کنم. برای رنگ‌های بژ حالا چون زیر از سرش نقره‌ای هستش ما محصول نمیدیم، چون حالا ممکنه این رنگ این ماشین بژ در صندوق، حالا برای مثال دارم میگم، دراش صندوق سالم باشه، فقط سقف و کاپوتش مثلا مشکل داشته باشه. ما وقتی به اون کیلرهای سوخته رو برداریم ماشینتون دو رنگ میشه و به خاطر همین حالا ما محصول نمیدیم. چون حالا ما بخوایم کیلرهای سوخته رو برداریم برای رنگ بژ اون سطح نقره‌ای میشه، حالا اون جایی که سالم هستش میشه طلایی میمونه، به خاطر همین دو رنگ میشه و ما به خاطر همین محصول نمیدیم. حالا برای ماشینی که زنگ زده باشه، نمیدونم کیلر پلیدگی باشه، ما به اینا محصول نمیدیم. ولی رو کراسی میگیم محصول ما مشکل ماشین شما رو نمیتونه برطرف بکنه. کیلر سوختگی و عرضم به حضورتون ببخشید کیلر پلیدگی و زنگ زدگی و رنگ بژ رو ما محصول نمیدیم. این از این. برای رنگ نقره‌ای شما باید 4 تا محصول رو استفاده بکنید. عرضم به حضورت اولین محصول کیلر برمون هستش که اون کیلرهای فاسد که بود و نبودش به هیچ دردی نمیخوره، یعنی اصلا هیچ محافظتی برای رنگ نیست، هیچ محافظتی نمیکنه از رنگ و به مرور زمان اگه ولش کنید به رنگتون هم آسیب میزنه. ما با این محصول اون کیلرهای سوخته رو که بود و نبودش فرقی نداره رو برمی‌داریم میندازیم رو. این از محصول اولم. موقع کیلرهای سوخته رو برداشتیم شما باید محصول